عزیز یک خبری نخوشی دیگر برای شما دارم. انا همین 8419 رقمی که در اینجا قرار دارد در محله 63 میکرورایون شب گذشته یعنی روز 15 فوریه انا همین نفری که در رسم میبینید با جرم گوانبر با زدن 42 کرد راننده تاکسی را با هلاکت رسانیده است. یعنی بازداشت شده از روی بعض معلومات هایی که ما به دست آوردیم به خاطر از تاکسی مبلغ طلب میکند و راننده میگوید که من این مبلغ رو ندارم. همگی به خاطر 20 سومون 42 ضربه کرد راننده تاکسی را زده به هلاکت میرساند. امروز یعنی به این گفته من به همون نفرهای وابستگی دارد که بواسطه به مسافرکشانی مشغول هستند یا راننده تاکسی هستند، به هر حالت از جامعه کنونی احتیاج شدن در کار است. این جوان ها با مقصد که حسابی نمیدونم نفهمی داشتن ذهنی کند و دیگر حالت ها با همین حالت های کشتار دست میزنن. حالا اون که ما فضای آزاد و آسوده و بی‌غبار داریم یعنی که مانع نیست برای کار کردن. اینها همان قدر تنبل شدگی هستند که یگانه راهی حل مقصدی خود را تنها از بین بردن یک کس میشمارند. به همین خاطر از شما خواهش میکنم که به هر نوع نباشد از گروهی همین نوجوان مردا احتیاط باشید.